بگو یا امام رضا یا پسرت امام جواد صورت رو صورتت گذاشت آرام شد. ابی عبدالله کربلا علی رو بغل کرد، علی رو به سینه چسبون، سر پسرشو نوازش کرد، لخنه‌های خونو در آورد آروم نگرفت. حسینم صورت رو صورت علی گذاشت آرام شد. اما من بمیرم برا زینب وارد گودی قتلگاه شد. تا بدن حسین رو دید خواست صورت رو صورت بذاره، یه نگاه کردید حسین سر نداره. خم شد لبها رو گذاشت، میخوای ناله بزنی از اینجا ببند. خم شد لبها رو گذاشت رو رگهای بریده، صدای یه مادر قد خمیده بلند شد. بنیا قتلوک حالا ناله بزن بگو حسین